درود به دوستان عزیز، به کاربران گرامی رادیو آزادی و بازم با شما ملاقات میکنیم و انکترش خبرهای مهمی تاجیکستان رو من به سهم شما میرسونم. شالوی گلخوجه هستم در خدمت شما و ساعت با وقتی پراگ رسیده هست و چون شما میدونید هر روز در همین وقت ما کوشش میکنیم که در چند دقیقه که داریم شما رو در جریان خبرهای تازه بگذاریم و بعدا تفصیلات آن رو ما برای شما در برنامه خبری پیشنهاد خواهیم کرد. البته ما تلاش کردیم که خبرهای مهمترین رو برای شما بگوییم تا اینکه شما نیز در جریان آن باشید و همچنین در جریان روز خبر گزارش های دیگری رادیو آزادی رو هم پیگیری کنید. مجازات برای خنک در سرپخوی روسیه مقامات انتظامی بعد تجاوز و قتل بیرحمانه هویدای 5 ساله 4 نفر مسئول را از کار گرفتند. اینها رهبران ریاست امور داخلی شهر سرپخ و 2 خادم این اداره می باشند. تفتیشات معین کرده است که اگر این افراد سال پیش به شکایت ساکنان رسیدگی میکردند شاید الکساندر سیومین در محبس می بود و این قتل بیرحمانه دختری توجیک هم صادر نمیشد. همکاران ما امروز به نزد پدر و مادر هویدا به شهر کولاب رفتند و من اطمینان دارم که امید میکنم اگر تو برنامه خبری این نوارها به دست ما برسد ما برای شما درباره وضعیت این خانواده و تصمیم بعدیشان گزارش رو پیشنهاد خواهیم کرد، چون حالا سر و صداها درباره وضعیت مادر هویدا نیز خیلی زیاد است و همکار ما رفت تا ببیند که واقعا حالا این خانواده چی حالا هوا دارد. مقامات تاجیکستان وعده دادند که بعد 2 روز سندهای حمزه 4 ساله بیمار همراه با مادرش آماده می شود و آنها می توانند به خارج برای طبابت سفر کنند. حمزه نبیره محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی گرفتار مریضی سرطان است. پیوندان میگویند آنها را برای طبابت به خارجه اجازت نمیدادند و آنها حجت هم در دست نداشتند. مادر حمزه و دیگر مقامات مسئول در تاجیکستان با رادیو آزادی در این باره صحبت کردند و شما در برنامه خبری امروز تفصیلات بیشتر خواهید گرفت و همچنین نظر پزشکان را هم ما برای شما در رابطه با بیماری حمزه و امکانات طبابت او در خارج هم پیشنهاد خواهیم کرد. شهرداری دست به کار می شود. در شهرداری دوشنبه میگویند با مراجعت گروه زنان در باره بدگفتاری و یا به اصطلاح دیگر گپ‌پرت‌های مردان در نسبت زنان رسیدگی خواهند کرد و آنها اعتراف کردند که واقعا مراجعت یک گروه زنان را در این رابطه آنها الکی دسترس کردند. در رابطه با این موضوع یک گروه کاری هم تشکیل شده است و باید گفت که مراجعه‌نامه زنان در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیادی را به وجود آورد. نظرها به 2 تقسیم شدند. تعداد میگویند طلب معین کردن جزا برای مردان گپ‌پرتو منطقی نیست و تعداد دیگر برعکس بر این نظرند که کیها باید به این مسئله توجه جدی ظاهر میشد و خود شهرداری میگوید برای کاهش دادن چنین عملها سهم وسایل اخباری عامه و همکاری روزنامه‌نگاران خیلی مهم است. ما باید چیکار کنیم؟ ورزشکاران تاجیک از روی محاربه های بدون قاعده مشق میکردند شکایت میکنند تشکیل نشدن سبقت ها از روی این نوع ورزش در تاجیکستان به آمادگی های آنها به مسابقه های جهانی تاثیر گذاشته است. آنها گفتند انتظار کمک مالی نیستند و یگانه خواهششان این است که برای فعالیت آنها مقامات مانع ایجاد نکنند. حرفای بیشتر از این رو شما میتونید در یک گزارش که همکاران ما برای شما پیشنهاد میکنند ببینید و البته این خبرهای نهایی نیستند. بعدی از 3 ساعت دیگر برنامه خبری ما پیشنهاد شما می شود و با خبرهای از این بیشتر با گزارش‌های از این بیشتر، چون همکاران ما حتما خبرهای مهم رو پیگیری دارند و ما هم تلاش میکنیم که تا 3 ساعت دیگر خبرهای تازه رو برای شما در برنامه خبری پیشنهاد کنیم. فراموش نکنید که ما را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی میتونید در بخش مستقیم تماشا کنید و همچنین در سامانه رادیو آزادی و در شبکه‌های اجتماعی ما را جستجو کنید.